خیلی خوش آمدید به جزیره هنگام. اگر به یه توضیحی راجع به این زارم به ما خیلی ممنونم. زار بابا یک نوع مریضی. مراسم زار یکی از مراسم دیرینه توسط جزیره است و جزیره برگزار میشه. سفره‌ای که پهن شده بهش میگن مده. به رسم و رسومات خودشون مده را آماده میکنن برای برگزاری مراسم. هر جدید مشخص داره یه چیزی که همون جنی که ما حساب کنیم داخل به بدن نبود یا تسکیر کن بدن. بادی بدیوم به نام باد زار بدن فرد را تسخیر می کند و باعث بیماری وی می شود. این مراسم برای اونه که بادهای شیطانی که حامل نیروهای خبیث هستند از انسانها دور شود. مراسم زار زمانی برگزار میشه که مسئول برگزاری آن مراسم با نام ماما زار یا بابا زار شناخته می شوند. طی این مراسم زار بزی را قربانی می کنند. برای پاک شدن باید خون این بز را بنوشند و از شر جنی که وی را تسخیر کرده رها شوند.